روحانیان تاجیک میگویند که خدمت در ارتش برای هر یک مسلمان سالم ناوابسته به وضع اجتماعی فرض است. به تاکید روحانیان دوست داشتن وطن، صادق بودن به ملت و فرهنگ خود، حفظ تمامیت ارضی جمهوری از نشانه های ایمان کامل می باشد و سرکشی از ارتش برای یک مسلمان کامل جایز نیست. مراجعت روحانیان به مردم سریع وقت است. از 1 اپریل تا آخر ماه می در تاجیکستان معرکه دعوت به ارتش ادامه می کند. وقتی که انسان ها با حیله و نیرنگ یعنی خود را کارناشایم نشان می دهند یا با هر علتی که خود را بیمار نشان می دهند و از خدمت وطن سرپیچی می کنند، اونها هم به یک گناه بزرگ مرتکب شدند، یعنی یک گناه بزرگ را انجام دادند. آنها هم نسبت به وطن خود یعنی خیانتگر حساب می شوند. دوام 4 سال آخر نقشه دعوت جوانان به ارتش پیش از مهلت اجرا می شود. حکومت این حالت را به تربیت درست جوانان مربوط می داند. حامیان حقوق می گویند که بر ضمن معرفت خود شهروندان این چنین سبب‌های دیگر نیز وجود دارد. کارمندان کمیسریت حربی گاه جوانان را در جریان ریدها زوراً به ارتش می برند. هر چند سالهای آخر این گونه حالتها کمتر می شود. ما در قسم‌های نظامی هنگام گذرانیدن مانیتورینگ با سربازان یک به یک صحبت می‌کنیم. در پرسشنامه ما در مورد اندازه خوراک و خورش‌ها سوال هست. بسیاری از سربازان اعتراف می‌کنند که گاه‌ها در ارتش آنها را از خانه‌هایشان دیده خوبتر خوراک می‌دهند. ساکنان دوشنبه در بیشتر حالت نمی‌خواهند که فرزندان آنها به ارتش روند. قبل از همه بنابر تصورات غلطی که درباره ارتش تاجیکستان شکل گرفته است. حالا عصر اینترنت است. در مورد سربازانی که در ارتش جراحت برداشتند و یا مرگ اسکران هنگام خدمت معلومات فراوانی وجود دارد. شاید این هم باعث حاصل شدن یک تصور غلط در ذهن جوانان شده باشد که ارتش جای خطرناک است. درباره شرایط خدمت، خوراک و لباس نیز بسیار میگویند. اما من فکر میکنم که این تصورهای غلط به آهستگی از بین میروند. با این وجود یک نظرپرسی ما نشان داد که اکثریت جانبدار خدمت در ارتش هستند، اما پرسیده شدگان اعتراف میکنند که خود چندان میل ندارند. اینی خودش میگوید اینی خوراکش کم میده، سخری و پیتانش دیگه وایس خوراکش کمتر میگه. بعدش بیشتر نشنید، همش بعدش کمتر میگه. من یک فرزند دارم، خدمت نکرده است، لیکن خدمت وطن واجب است برای هر یک جوان. شاید به خاطر باشد که آنها در عین خدمت فکر میکنند که شاید نظام خوب نیست یا که گونه فکرها میکنن، ولی از اکثریت بچه‌ای که میشنویم که رفته خدمت کردن و اومدن البته شاید شرایط خوب است. ما نو انتقال گرفتگیم حاضرش خیلی عالی فکر نکردگی. نتیجه های اولیه معرکه دعوت به ارتش در تاجیکستان الکی آماده است. در جمهوری 36% جوانانی که موافق نقشه به خدمت باید روند به ارتش جلب شدند. پشت این فایز چه رقمی می ایستد معلوم نیست، چون این سر دولتی است. ولی با دعوت روحانیان تا چه حد شمار جوانانی که به ارتش می روند بیشتر می شود کسی حساب کردنی نیست.